محیا الکترونیک، تولید کننده برد و تابلو فرمان آسانسور، هوم لیفت و بالابر. خب در ادامه من میخوام نحوه نصب میکروسویچ ها رو خدمتتون توضیح بدم. به ازای هر توقف شما یه دونه میکروسویچ باید نصب بکنید و از هر میکروسویچ یک رشته سیم به ترمینال کام برد وصل میشه و رشته سیم بعدی به ترمینال های MS وصل خواهد بود. برای کار سه توقف که سه تا میکروسویچ نصب کردید MS1، MS2 و MS3 به ترتیب نصب خواهد شد. برای کار دو توقف شما میکروسویچ پایین رو به MS1 و میکروسویچ بالا رو به MS3 وصل میکنید و میکروسویچ 2 رو ترمینالش رو کلا خالی میذارید. چه حالت میکروسویچی NO بوده باشه چه حالت میکروسویچی NC، این ورودی MS2 باید خالی بوده باشه. حالا وقت اون هستش که انتخاب بکنید میکروسویچ NC میخواید ببندید یا میکروسویچ NO. یه نکته‌ای که بگم خدمتتون، میکروسویچ NC از امنیت بالاتری برخورداره، علت بر این که اگر کنتاکت میکروسویچ خراب بوده باشه یا یکی از سیم‌های میکروسویچ قطع شده باشه، تو این حالت برد دیگه به اون طبقه فرمان نمیده و نصاب میره واسه ایبیابی و مشکل رو حل میکنه قبل از اینکه مشکلی واسه بالابر پیش بیاد. مطلب بعدی به این صورت هستش، شما بعد از اینکه انتخاب کردید میکروسویچی NO میخواید یا میکروسویچی NC، باید دیپ سویچ شماره 2 رو در وضعیت مناسب قرار بدید. برای میکروسویچی NO باید دیپ سویچ شماره 2 آف بوده باشه به این صورت و برای حالت میکروسویچی NC باید تو وضعیت آن بوده باشه، دیپ سویچ شماره 2. در صورتی که میکروسویچی NC نصب کرده باشید، کابین در هر طبقه ای بوده باشه اون طبقه باید LEDش خاموش باشه و مابقی میکروسویچ ها باید روشن بوده باشن و در حالت میکروسویچی NO کابین در هر طبقه ای بوده باشه LED اون MS باید روشن باشه و مابقی LED ها باید خاموش بوده باشن. مطلبی هم وجود داره، اون هم این هستش، میکروسویچ هایی که تو بازار هستش عمدتاً 4 تا ترمینال دارن. این 4 تا ترمینال 2 به 2 هستن، 2 تاش برای حالت NO و 2 تاش برای حالت NC هستش. معمولا ترمینال های 1 و 2 حالت NC هستش و ترمینال های 3 و 4 حالت NO در واقع لحاظ میشه که شما از 2 تا ترمینالش استفاده خواهید کرد برای نصب این برد. مطلب نهایی هم در مورد میکروسویچ ها بگم خدمتتون، معمولا بهتر هستش در طبقه بالا یه میکروسویچ اضافه گذاشته بشه. در صورتی که کابین طبقه بالا رو رد کرد، میکروسویچ طبقه بالا رو به هر دلیلی رد کرد، به اون میکروسویچ اضطراری برخورد بکنه. شما میتونید که میکروسویچ اضطراری و میکروسویچ طبقه بالا رو در صورتی که حالت میکروسویچی NC رو انتخاب کرده باشید، 2 تا رو با هم سری کرده باشید و 2 رشته سیم بیارید پایین و به کام و MS3 وصل بکنید. در این حالت هر کدوم از میکروسویچ های بالا و میکروسویچ اضطراری قطع بکنه، به تبع برد هم فرمان استاپ رو خواهد داد. محیا الکترونیک، جریان کیفیت از تولید تا پشتیبانی.